روز 25 مای سال 2022 از اعتراضهای خوروغ نیم سال گذشت. با گذشت 6 ماه وعده اساسی مقامات در عوض قطع اعتراضها پیدا کردن و به جوابگری کشیدن گناهکاران کشتار 3 ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان گلبدین زیوبیکوف، توتیشو امیرشویف و گلنظر مرودبیکوف همچنان در روی کاغذ ماند و بعد حوادث اخیر خوروغ و روشان با دهها کشته و زخمیش دیگر گمان است که کسی در پی جستجوی گناهکاران مرگ آن 3 نفر شود. حوادث 6 ماه پیش در ولایت مختار کوهستان بدخشان 25 نوامبر سال 2021 از بازداشت گلبدین زیوبیکوف ساکن 29 ساله دهه تفدیم نویه روشقله آغاز یافت. زیوبیکوف را برای خودسرانه به اسارت گرفتن کارمند دادستانی روشقله ابیرزاده که به بدرفتاری نسبت به یک جوانزن محلی عیبدار میشد دستگیر کردند. بازداشت او با استفاده از تیرپرانی در روی پل دهه تفدیم صورت گرفت. بعد چند ساعت مرده زیوبیکوف را با علامت‌های شکنجه و چند زخم تیر آورده در بیمارخانه خوروغ پرتافتند. مردم از مرگ این ساکن تفدیم در بازداشت به خشم آمده مرده کفنپیچ گلبدین در روی دست به کوچه‌های خوروغ راهپیمایی کرده و سپس با طلب یافتن و به جوابگری کشیدن قاتلان او در میدان اسماعیل سامانی در روبروی بنای حکومت ولایت در مرکز شهر گردی هم آمدند. همان روز بین اعتراضگران و نیروهای قدرتی که میدان را ترک کردن مردم را طلب داشتند چند زد و خورد به عمل آمد که در نتیجه باز 2 ساکن محلی توتیشو امیرشویف و گلنظر مرودبیکوف کشته شده، دست کم 17 کس دیگر زخمی شدند. اما با وجود طلب ترک میدان اعتراضگران 3 مرده کفنپیچ را در روی منبر گذاشته تا شام 28 نوامبر در میدان ایستادند. تنها در روز 4 اعتراضها رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان جنرال علیشیر میرزانباد و رئیس وقت ریاست کارهای داخلی ولایت رستم میرزا مرادزاده با نمایندگان اعتراضگران به سند امضا گذاشتند که طبق آن در عوض خانه به خانه پران کردن شدن مردم به آنها وعده داده میشد که اینترنت را در بدخشان تا 3 نوامبر برقرار میکنند و پرونده های کشتار گلبدین و گلنظر توتیشو را زیر نظارت جامعه شهروندی تحقیق کرده گناهکاران را به جوابگری خواهند کشاند. برای اجرای جریان این طلب‌ها اعتراضگران از حساب نمایندگان جامعه شهروندی گروهی را با نام کمیسیون 44 انتخاب کردند. از وعده‌ها تنها اینترنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان برقرار کرده شد، ولی اون هم قریب بعد 4 ماه در نوروز سال 2022 بعد پراکنده شدن ازدحام برای تحقیق کشتار 3 ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان در حقیقت یک گروه مشترک با جلب 6 نماینده کمیسیون 44 تشکیل شد، ولی تا کنون یگان گمانبر در این پرونده ها معین و دستگیر نشده است. برعکس در این بین 10 ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان در دیگر قسمت های تاجیکستان و بیرون از آن با اتهام مربوط به اعتراضات ماه نوامبر دستگیر و به مهلت‌های طولانی محکوم به زندان شدند. روز 14 مای سال 2020 در محله برخوروغ گردیموی نو دایر شد که در آن استعفای رئیس ولایت، رئیس شهر خوروغ و رئیس نویه شغنان، آزاد کردن بدخشانی‌های دستگیر شده و باز هم به جوابگری کشیدن گناهکاران مرگ گلبدین زیوبیکوف، توتیشو امیرشویف و گلنظر مرودبیکوف طلب کردند. مقامات این دفعه مانع در مرکز خوروغ گرد هم آمدن اعتراضگران شدند و صبح 18 مای در پی راه استراتژی دوشنبه خوروغ کلمه را بستن مردم در نویه روشان عملیات حربی را با نام عملیات ضد تروریستی بر راه انداختند. مقامات از کشته شدن بیش از 10 نفر و زخمی شدن حدود 30 نفر و از بازداشت بیش از 100 نفر خبر دادند، ولی سازمان ملل گفت که در جریان سرکوب اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان و اساساً در نویه روشان 40 کس کشته شدند. حامیان حقوق مقامات تاجیکستان را به استفاده بیش از حد نیرو به ضد اعتراضگران ایبدار میکنند. ساکنان میگویند نیروهای قدرتی بالای ازدحام بی‌سلاح آتش کشیدند.